سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه پیچنی با تворог کنورتیک تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 300 گرم آرد، 150 گرم مصلی خنک، یک قاشقچی میده، 3-4 قاشق سمیتانه لازم است. همه حرکت کنید. 150 گرم مصلتان باشد، 300 گرم آرد کنید، یک برابر اضافه. خمیرش روغنی خوشرون بیاد. اگر 200 گرم باشد 400 گرم، اگر 300 گرم باشد انا میخکره 150 گرم 200 گرم اضافه کرده کنید. این بسیار نکنید که خمیرش خشک میبیاد. من در اول کاسبه آرد میگیریم. آرد من همین مصلی میده کرگی همایه میتونید اتیارکا گذرانید. هر دوشه رو ریزانه میکنیم. آرد که مثلا همایه من چخل شود ریزانه که زردی خوشرو شو نکو شکر من رازرخلیتیم بسیار نکنید رازرخلیتی بشه بینایت ورم کند سانی مزه روغنی میشه گم کند. من سمیتانه هم بکره همیشه خوشرو خمیر میکنیم. من همین نارمش که کنید. من یکم وقتی دیگه سمیتانش هم کمی نمیکند، آردش هم بسیار نمیکند. من خمیر تیار میشد. می حرکت کنید که می چینکی کرمه یاد گرید پخت‌وپزه. من خمیرش بینید تیار شد. یکم وقتی بسیاری هم نکرد، آردش و سمیتانش کمی هم نکرد. من چگونه ببینید خمیرش تیار شد. من خمیرش چقدر روغنی خودش معلوم. در 15 دقیقه خلادیلنیک میگذاریم. من اگر فرق کرده باشید تمام همین چیزی که پیچنی تیار کرده باشم کانال به هم باشه خمیرش خلادیلنیک میگذارم. خمیرش سند هم بگیرید آب میشه. برای همین خلادیلنیک میگذارم. اول سانی بعد کشوده میپزی. من تворог تیار میکنیم. 300 گرم تворог گرفتم، 150 گرم شکر. هر دوشه آمیخته میکنیم. حرکت کنید که من نزدیکی خمیرامو تیار شدگی بعد تیار کنید که آب جدا نکند. هر دوشه آمیخته میکنیم. من خمیرامو دم گرفت. خمیرامو تنوب میکنیم. سخت تنوب نمیکنیم. من چه شود حفظیش بول گرداشه میبریم راست که 4-5 شود. من کو تقسیم میکنیم. 3 قسم شده است. 3 قسم تقسیم کنیم. کو من این طرفشم 3 قسم تقسیم میکنیم. 3 قسمی برابر به تقسیم میکنیم. تقسیم کنیم. من تورog که تیار کردیم میگذاریم. ما طرزی پیچانیدنش کو من دو تا طرفش مختم میکنیم. پیچینی ما کنورتیک چخیم تر میشه. همیشه همین طور میکشاده میپیچانه. من همیشه کشاده به مدتی 20-25 دقیقه به 180-90 درجه به تفتان میگذاریم. من چگونه میبینید کنورتی که ما هم تیار شد. من کمتر ساخرنی پودر پاشیدم. من در نشش شکستم ببینیم چقدر تیار شده است. من پشتش من درونش چقدر تیار شده است. من
خمیراش با توارک چقدر عجایبات بالا زدم دیگه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید.